الان که باد صحبت میکنم بیت کوین قیمتش حدوداً 43000 دلاره. قراره که توی این ویدیو راجع به این صحبت کنم توی چنین حالتی که میبینیم مارکت رنج ما بهتر چه تصمیم گیری داشته باشیم. مستقیم میرم سر اصل مطلب. اینجا بیکسان و منم احسانم راجع به مطالب مالی صحبت میکنم. خیلی خوشحال میشم که چنل رو سابسکرایب کنی و صادقانم علتش اینه که ویدیوهام بازدیدش بیاد بالاتر که من برم سمت آموزش دادن تخصصی تر. یکی از فرصت هایی که توی آینده پیش میاد ریسک منیجر بودنه که اگر تجربه کافی داشته باشین یه سری آزمونا داره اونو پاس کنین خیلی بهتون کمک میکنه، نه تنها توی مارکت بین المللی بلکه توی ایران هم برای کمپانی ها بتونین تصمیم گیری خوبی داشته باشین، مخصوصا توی سال جدید که قوانین مالیات هم روی ایران سفت و سخت‌تر میشه. ساده ترین چیزش هم اینه که به همین مارکت کریپتو هم میتونه فشار بیاره برای نقد کردن درآمد توی ایران، چه کریپتو چه ترید. ولی حالا اینو خواستم فقط به عنوان فرصت بگم و باش ویدیو رو شروع کنم. بنابراین خیلی خوشحال میشم که توی این مسیرم همراه من باشی و ببینی که درس آیندهمون چی میشه و حتی خود منم چه چیزایی یاد میگیرم. سابسکرایب خلاصه یادت نه. خب ببین، مورد اولی که میخوام راجع بهش صحبت کنم بیت کوینه. ما معمولا حالا توی ویدیو اینو اشاره کردم، ما بخوایم راجع به مارکت تصمیم گیری داشته باشیم خوبه چه چیزایی رو جزء واچ لیستمون داشته باشیم. ببین من خودم معمولا بیت کوین، لایت کوین، بی ام بی، دامیننس بیت کوین، دامیننس تتر، توتال 2 و اینا رو بیشتر چک میکنم و به خاطر اینکه یه سری از حرکت ها یا روندهای مارکت رو بر اساس این واچ لیست میتونی بهتر تصمیم گیری کنی، به خصوص اگر میخوای حجم بالای سرمایه درگیر کنی برای پوزیشنی که نیاز مثلا یه باز تایمی طولانی تری نسبت به پوزیشن سریع باز بمونه و من خودم ازش استفاده میکنم. الان میخوام برم روی چارت بیت کوین. همونطور که میبینیم این تایم فریم یک ساعت هست. الان یک ساعته که نه، بیایم روی 4 ساعته. 4 ساعته هم میبینی یه حالت رنج واسه ما درست کرد. توی ویدیو قبلا گفتم، تو بخش کامیونیتی چنل هم گفتم و حتی توی تایم فریم روزانه حالت رنج واسه ما درست کرده و حتی توی تایم فریم هفتگی هم برای تریدرها یه حالت بی تصمیمی داره. صادقانه ببین میتونیم اینجا کلی حرف بزنیم، بگیم مثلا این حرکت رو زد، اون کارو کرد، به این معنی این پوزیشن رو میده، ولی نه. اگه دنبال اینی که باید سرمایه روندی رو بگیری الان وقتش نیست، چون ببین اصلا اینجا بازار گیجه انگار، یا اگرم گیج نباشه این برداشت ما ازش نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون نمیدونیم اینجا چه تصمیم گیری داره اتفاق میفته. یه سری فروشندن، یه سری خریدارن، تو یه سری از موارد حجم خیلی خوبی همچنان هستش از لحاظ خرید. یه سری از سرمایه‌گذارهای بزرگ اومدن چیکار کردن؟ یه نقطه پله توی این محدوده‌های قیمتی بیت کوین وارد شدن. اما یه چیزی، این درسته یا غلطه؟ ببین ما اینو خیلی جاها داشتیم توی قبل هم که توی نقاط میتونم بگم حتی توی این محدوده ها حجم زیادی خرید رو داشتن و بعد از این برگشت نقد کردن. دارم راجع به کمپانی بزرگ صحبت میکنم نه افرادا، و بعدا روند رو از دست دادن. میتونم بهت بگم تا اونجایی که من دیدم و تجربهم اجازه میده این آدما هم خودشون سرمایه های بزرگ رو به یک پورتفولیو منیجر میسپارن و اون شخص هستش که بر اساس میزان درآمدی که اون کمپانی در اختیارش میذاره که ما کوچیکش رو بخوایم اشاره کنیم بهش، میشه مثلا این سری اکانت ها برای بازار مالی فارکس که یه چالشی داره، تو پاس میکنی پول بهت میدن باش کار کنی، منتها اینا تو اعداد خیلی بزرگتر و دانش بالاتری دارن. حالا این آدما میاد چیکار میکنن؟ ببین این آدم برای اینکه ریسکش رو مدیریت کنه میاد رفتاری رو انجام میده که یه درصد خوبی رو توی همین محدوده شکار کنه، بره برای استراحت با اون پوله. و حجمی که دارم میگم حجم خیلی زیادی ها. مثلا اگه کمپانی میانگینش 30 میلیون دلار سرمایه گذاری کنه و این آدم توی پروسه 2 3 ماهه 40 تا 50% اون پول رو رشد بده، کمپانی تارگت چند وقتش رو زده. و طبیعتا میتونم بهت بگم که خیلی این نکات براش مهمش، کلا شرایط با داخل ایران فرق میکنه و به این شکله. بنابراین اینجا خیلی ها اصلا بهت بگم نقد میکنن و طرف میره اشغال، میره تفریحات. خب اما این سری هم اصلا نه، اعتقاد دارن که میتونه بالاتر بره. میان چیکار میکنن توی این حالت؟ چیزی که من تو مقاله خوندمه ها، یا تو یوتیوب مخصوصا گفتن یه سری از این آدما توی مسابقه که باشون شده،
اینا میان ریسکشون رو به سبکی مدیریت میکنن که توی قیمت پایین تر بخرن، توی سقف بفروشن. ولی چجوری؟ با ایجاد بی تصمیمی. یه حالتی داره وقتی سرمایه گذار پولش رو درگیر میکنه توی یک روند رنجی، انتظار خستگی از سمت فروشندگان خرد رو داره، بنابراین اون میدونه که کجا نقد کنه. ما الان کسی رو پورتفولیو منیجری رو داریم که 5 تا کمپانی بزرگ رو داره مدیریت میکنه. خیلی کار سخت و بزرگی ها، چون تو با فروش هر کدوم از این کمپانی ها میتونی تو مارکت اثر بذاری و باید بگم واقعا آدم درست و با تجربه خودشم میخواد. بنابراین توی چنین حالتایی هستش که وقتی ما یک رشد بزرگی رو میبینیم از چنین سبک بازارهایی مثل کریپتو، این اتفاقات میفته. ولی همچنان سناریو ریزشی که گفتم 1 تا 3 ماه پابرجاست و میتونه اتفاق بیفته مگر ریسکش کم شه، یه اصلاح کوچیکی بده، دوباره نقطه ورود و وارد شن که مثلا این جاهای حتی پایین تا 31000 تا بخوایم ما برگردیم بالا، استراحت بالا و بعد بوم دوباره یک اصلاح عمیقی رو میتونیم انتظار داشته باشیم، یا حتی اصلاح عمیق از جهان میتونه اتفاق بیفته. ولی من خودم برای اون سبد بلند مدته که بود روی یه سری آلت کوین ها نقاط خوب پیدا کردم برای خرید، واسه همین کم کم وارد شدم. حالا احتمال این که بره پایین بازار رو بیشتر میدم و برای همین با مدیریت سرمایه خیلی کوچیک کوچیک وارد شدم و این روزا انقدر پول در آوردن سخت شده. لطفا قدر درآمدی که دارین، سرمایه‌ای که دارین رو بیشتر بدونین، بیگدار به آب نزنین و ریسکش رو درست مدیریت کنین، مخصوصا برای ترید. حالا برای تایم فریم اکساتری روی بیت کوین هیچ پوزیشنی واقعا نمیشه داد. من خودم الان اصلا بیشتر دارم تحقیق میکنم و میگردم دنبال حالا روندهای جدید مثلا ریسک منیجری که گفتم بهتون، یا حتی اتفاقات جدید، چون میشه یه سری ترند ها رو سریعتر پیدا کرد به خاطر اینکه یه سری از کمپانی‌های بزرگ سرمایه بزرگی رو درگیر کردن. توی این دسته‌بندی که براتون گذاشتم روی صفحه میتونید ببینید، بنابراین راجع به اینا بخونیم بهتره. لایه 2 ها چی هستن؟ راجع به سری از پروژه های دیفای که میتونه دنیای مجازی رو به واقعی تبدیل کنه، مثل پل ارتباطی این وسط عمل میکنه. خیلی باحاله ها، کلا مفهوم خرید و فروش عوض میشه و چیزی که یعنی من دارم الان میخونم و این خیلی باحاله. میتونید بیشتر سرچ کنید توی سایت ها و چیزهای دیگه. یک نگاه کوچولویی هم روی بازار فارکس داشته باشیم. ما ببین یک ریزش عمیقی رو یورو داشت برای بازه تایمی. از لحاظ قدرت دلار DXY من یه چیزی رو میبینم روی چارت، اینو توی یکی از تحلیلای اون سایت خارجی هم که باشون کار میکنم گذاشته بودم، ولی میگم حالا با کمک تیم خودشون بود. ببینین DXY شاخصش میتونه تقویت شه و تقویت شدن DXY میتونه به ضرر بازارهای مالی باشه مگر خبری باشه. اما این اتفاق یه محدوده خیلی مهمی رو براش داره که بر اساس اقتصاد اروپا اگر ما بخوایم این رو قضاوت کنیم، میتونم بگم اروپا به نسبت آمریکا الان خیلی وضعیت ضعیفی داره و این وضعیت ضعیفش باعث میشه که نقدینگی بازارهای مالی هم کم بشن، مخصوصا توی کریپتو. یکی از صحبتایی که من داشتم چند وقت پیش که گفتم چرا بیت کوین از 38000 تا به بالا عددش یه کوچولو منطقی نیست توی شرایط فعلی برای سال 2023 بود، این بودش که الان اقتصاد مثلا اروپا وضعیتش جالب نیست و این عجیبه که چرا بازار این رشد رو داره میکنه. که بعد اومدم گفتم چین چه سرمایه رو وارد بازار کرده و اون سرمایه خارج میشه توی چه دسته‌بندی از لحاظ سهام ها میتونه بره که این امکان گرفتن سود بیشتر برای کمپانی ها یا همون پورتفولیو منیجرها هستش. و خب این یه کوچولو شک رو میندازه تو دل آدم واقعا با توجه به مارکت پر ریسک، ولی خب ما اگه بخوایم نگاه کنیم همه چی رو از دست میدیم و چاره‌ای هم نیست. همین خیلی خلاصه خواستم توضیح فقط بهتون بدم راجع به بازار که اوضاع چطوری و چیکار کنیم و من پیشنهادم اینه توی چنین حالتی که روندی وجود نداره اگر استراتژیتون بهتون نقطه ورود نمیده یه استراحتی داشته باشین و از لحاظ مغزی کیفیت بهتری رو ارائه بدیم برای تحلیل بعدی. و همین، هر جایی که هستین تنتون سلامت، جیبتون پرپول. مخلص شما تا ویدیوی بعدی میبینمتون.